یک خرسکی بلند در بزرگی مادران سلامت باشید. صحنه هنر در استاد عزیزی ما. سلامت باشید اسمرا جان. السلام علیکم مهمانان یار و دوستان تمام خشتگان یکی میرزا جان. همه شما را به فضل خرسندی خوارچه ما منیسا خان خوش آمدید گفتم و همه شما سربلندی آرزومندیم در امان خدای مهربان باشید. داماد و عروس با همدیگر پیر شوید، در عالم عشق خود جهانگیر شوید، 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. هر سال در این خانه دسته توی شود، مانند خواهر جان و داماد امروزه چگونه خوشروی شود، 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. با بزرگی اکای میرزا جان خواهر جان ما منیسا خان یک قصه که برنامه وحدت دهه 14 شود، بهترین قصه‌گاه. سلام باشید. در این جمعه نگریم خواهر جانا اپا جانا مادر جانا آمدیم، چنان که دوستبرا جان گفتن سرود اول در بس مادر بعد برقص بازی با تشبوس فیروز جان و اینجا حضور آمدیم. از نام فیروز جان هم بر میرزا جان خواهرچه عمر دراز سربلندی آرزومندیم. سرودای ما پایانداز شما خوش آمدید. نور دیده تاج سر ای بندگان خدا.
منزلم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشش